مسئله عقدی پیشینه گفتید، بله اینم اجازت هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه را وقتی که 6 ساله بود عقد نکاح کردن، لیکن وقتی که 9 ساله شد بعد خانه‌داری کردن بعد 3 سال. این اجازت است تا اینکه مثلا دختری نیک صالحه از دست نرود. لیکن برای چی بعد 1 سال؟ برای آنکه برای توی کردن پول ندارم. آخر امروز با حالی در محله های ما مردم خبر دادند همه یلدوز می آورده است. برای آنکه یک همسایه یلدوز آورده است، اینم جواب دادن نماندیان با رفتن و با تویشان با خبر کردن و فلان $1000 می استد. چی در کار؟ از حساب همین بیچاره نو خانه‌دار شونده ها اسراف و کارهای حرام کردن. یک داماد نکاح کردم چند سال پیش، سبحان الله، ماهی ایول بود. در همون خانه که داماد و کلیند و نشستیم و نکاح خواندیم، همین خیل گرم، همین خیل، یعنی به عرق غرق شدیم. بعد گفتم که داماد آخر یک کانتینر نمیخری، جان خودت راحت میکند، آخر به همین ارتیست پول دادی، پول حرام، عرق خریدی. یعنی مردم عرق میخرن، برای مردم در تویاشون عرق میمونن. برای چی؟ اگر نمونه مردم گپ میزنن، مردم گپ میزنن، عرقی قیمت مونی، عرقی قیمت مونی، عرقی ارزان مونی، میگن فلانی پست است، عرقی پست موند. عرقی قیمت مونی، میگن که از خود برفته است، این خودش نشان داده است. به هر حال گپ میزنن. برای چی؟ برای مردم. جان خودش در عذاب است، او خانه شیب شیلته عرق میکنه، چقدر زندگی میکنه با کلیدی نو. آیا $300 به یک کانتینر خرید نمیشه؟ برای همین برای خودتان کار کنید برادرای عزیز، برای مردم نکنید یگان کاره، برای الله، برای خودتان هر کاری که به فایده خودتان همین کنید. ماشین های لیموزین قیمت، توی خانه های فلانی فخر، چی در کار؟ یک صحابه وقتی که یک زنک آمد، چخیلی که در صحیح بخاری است، گفت که یا رسول الله انی وهبت نفسی لک، یا رسول الله من نفس خودم برای شما بخشیدم. یا زنک آمد، یعنی من خودم برای شما بخشیدم. این فقط برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت است که یا زنک آمده خودش بخشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به نکاحشون در آورده میتونستم. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که خطاب کرد سرشون رو برداشتن، وقتی که سخنش به پایان رسید سرشون رو فرا آوردن. نتونستن که من خانه‌دار شدنی نیستم. و صحابه ها از روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمیدن. بعد یک صحابه گفت که یا رسول الله زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجه، یا رسول الله این دختر به من، این زنه به من خانه‌دار کنید اگر شما حاجت نداشته باشید، اگر شما اینه گرفتنی نباشید، اینه به من خانه‌دار کنید یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم حق دارن دل خواه مسلمان زنه و دل خواه مسلمان مرد شوهر تیان، چون که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر برای مؤمن ها از نفس هاشون دیده ولیتر و نزدیکتر هستند. یعنی از پدر و مادرش هم حقدارتر هستند. حق دارن که دختر یگان کسی به یگان کسی دیگه شوهر تیان. نگفتن که مثلا اول باید پدرش پرسی من خوجینی او نیستم، نگفتن. بعد گفتن که چی میدهی به صداقش، به مهرش؟ گفت که یا رسول الله ما عندي الا ازاری هذا، یا رسول الله من فقط ازار دارم. ازار گفته همون پارچه لباسی که مانند سچاق است، به عضو پایانی میپیچونه، عضو بالایش نداشت. گفتن که نمیشه ازار. این اعطیتها ازارک جلست لا ازار لك، تو اگر ازارتی خودت به ازار میمونی نمیشه ازار، دیگر چیز جستجو کن. فالتمس فلم یجد شیئا، رفته جستجو که چیزی نیافت. فالتمس ولو خاتما من حدید، گفتن که رفت جستجو کن اگر چند یک انگشترین آهنین یافته بیا. انگشترین آهنین شاید 1 سامان باشد، شاید 10 سامان باشد، یک انگشترین آهنین اقلا یافته بیا با مهرش. فالتمس فلم یجد شیئا، کافتکا که هیچی نیافت، هیچی ندارد، زن گرفتن میخواهد، پاک بودن میخواهد. حالا بسیار مهاجرا برای من می نویسن، میگن که خودریزایی کردن حلال است یا نه. خانه‌دار شوید برادرها، من نمیتونم مثلا این یک کاری گناه حلال گویم. خانه‌دار شوید، میگن که مقصد پول ندارم زندگی. یک دنیا مهاجر زنها به شوهر هستن، اونها هم شب و روز زاره الله دارن که یک شوهر بیاید.
جستجو کنیتان، خانه‌دار شویتان، گناه نکنیتان. یعنی نکاح ارزان کنید. توی خانه چی لازم؟ یک بار به نکاح پدر و مادرام و بابای آچه ها ما نگاه کنیم. مادر کلان ما نقل میکردن که ما به یک خانه توی شدیم که همون تپک بود، حتی انداوه ناکرده بود. میگن الله رحمت کنه، میگن انداوه ناکرده بود، هم تو تپک بود و از بالاش با آهک سفید کردگی خانه به من که شده آمدگی هستم. یک خانه باشد از خشت باشد و حلال و پاک باشد، همراهی همسرتان زندگی کنید. این حیات چی معنا دارد؟ یک عمر در مهاجرت مثلا از زن و فرزند دور، کای که مثلا ماشین قیمت گیرم توی خانه فلانی گیرم، فلان ارتیست گویم، فلان قدر عرق خرم، بعد توی میکنم. عذاب خودتان است برادرها. برای همین برای مردم شده کار نکنید و دختردارهای هم یعنی نکاح سبوک کنید. حالی در بعض منطقه ها بی نهایت صرف و خراجات نکاح زیاد شده است، تا آمده پرده های خانه، پرده خانه داماد کلین میکنن، آمده مقیاسش گرام میرن که به همین خانه پرده فرمایش دهیم، یا میبل زکاز میکنن به مقدار خانه آمده سنجیده میرن چند متر هست گفته. این کارا اصلا دختر وقتی که دختر میتید به هیچ چی میتید، مهر میتید تمام، توی حساب داماد هست میبرد تمام، به خانه داماد عروسی چی خریده نمیبرد. این قاعده های مردمی هست که من انزل الله بها من سلطان. اینا از شریعت نیست برادرها. به شریعت عمل کنید، به قاعده های مردم عمل نکنید، بگذار مردم گپ زند. بنابراین نکاح سبوک کنید برادرای عزیز. به خاطر پول و مال یافتن و به توی قیمت کردن شده سالها بزن نگردید. بله برادرای عزیز، اگر بیوه باشدم گیرید و مقصد گناه نکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم 25 ساله بودن، جوان بودن. یک زنی که دو شوهر کرده بود، بچه دار بود، حضرت خدیجه رضی الله عنها 40 ساله بود، خانه دار شدن. لیکن با عقل ترین زنهای روی دنیا بود. حضرت خدیجه اولین شخصی که دین مقدس اسلام قبول کرده است، از ابوبکر هم پیش قبول کرده است. حضرت خدیجه نماز نخوانده از دنیا گذشت، چون نماز فرض نشده پیشتر از دنیا گذشتند، لیکن مرتبهشان از تمام زنهای صحابه ها، از تمام زنهای دنیا بهتر هستند. بهترین زنهای دنیا علی الاطلاق بنا به قول صحیح حضرت خدیجه هستند. به دین مقدس اسلام با مالشان با پولشان خدمت کردند، دین اسلام پشتیبانی میکردند رضی الله عنها و ارضاها. یعنی که 40 ساله بودن، یعنی این گویم مینوس دو بار شوهر کرده بودن، یعنی که این عیب. لیکن عقل و ذکاوت و ببینه در نتیجه چی شد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن و به نزد من یک چیزی نازل شد و مرا خبر داد که من پیغمبر هستم، در حال ایمان آورد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترسیدن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاطر جمعی می انداخت، آرام میکرد، دل برداری میکرد، میگفت که به شما هیچگاه بدی نمیرسد. شما شخصیتی هستید که به مردم مسکین کمک میکنید، به قرضدارها یاری میکنید، مهمان نواز هستید، به مردمی که مشکلی دارد یاری میکنید. یک چند عملهای خیرشان را مثال آورد، با خویشاوندان رفت و آمد میکنید. شما رو هیچگاه الله تعالی لا یخزیک الله ابدا، هیچگاه الله تعالی شما خار نمیگرداند. اولین شده ایمان آورد. یعنی که در شریعت خانه‌دار شدن سن و سال رعایت، شریعت یگان حد و حدود نمانده است. میتواند انسان زنی از خودش کلانتر گیرد یا دختری از خودش خردسال گیرد، این چیزا اجازت است. المهم کار حلال کنید، به اسراف ها داده نشوید برادرها. بله